سلطان قلبم. یکی بود یکی نبود، بنده های خدا زیاد بود. شهر استانبول چه جنگ ها که به خودش ندیده بود و چه پیروزی هایی که تجربه نکرده بود، چه عشق ها که ندیده بود و چه قصه هایی که نشنیده بود. این هم حکایت یه عشقه، عشق غیر ممکنه یه امپراتور بزرگ دنیا به یه کبوتر ترسو. لابد میگین این چه کبوتر ترسویه که دل یه امپراتور بزرگ رو دزدیده. قصه طولانیه و وقتم خیلی کرد، پس بهتره هرچه زودتر تماشا کنیم ببینیم آخر این قصه عاشقانه به کجا ختم میشه. بازار تماشایی به نظر میرسه، یکم بگردیم ببینیم. سرورنگ سرگوش یا بریم بهتر نیست؟ چه لزومی داره موسی؟ ما الان فقط 3 تا قایق رانیم. شاهزاده بعد از سفری که با سربازاش رفته بود سرزمین دور 7 کوتوله رو پیدا میکنه. ملکه برجس سربازاشو همه جا پراکنده میکنه و آقای اکسلانس، شما میخواستید منو ببینید؟ بله، میخواستم خودتونو ببینم. خودت میدونی که من مدت زیادی که دارم باهات همکاری میکنم و تو هم همکار خوبی هستی. به نظرت درست نمیگم؟ تازگی اتفاق جدیدی نیفتاده؟ نه، خبری ندارم. بهتون اطلاع میدم. چقدر حیف شد. نمیخوام برای شما جاسوسی کنم. ولی این قرارمون نبود. امیدوارم تصمیم ابلهانه‌ای نگرفته باشی. نه. ولی خبرچینای من از درون قصر حاکم به من خبرهای دیگه ای رسوندن که چندان خوشایندم نیست. حقیقت نداره. این نامه دستخط خودته، درست میگم؟ جاسوسای روسی از طریق مستشاران فرانسوی قصد سوء نیت به شخص پادشاه رو دارن. زودتر مراتب رو گزارش بدید. هنوزم میگی که اشتباه میکنم؟ ای این بود پاسخ محبتهای من به خودت. قرار بود برای من کار کنی، ولی حالا 2 طرفه کار میکنی. از بچه ها واقعا ممنونم که به من گزارش دادن. نمیدونم درباره چی داری حرف میزنی. من خطایی مرتکب نشدم. وقتی پوستت کنده شد اون وقت میفهمی که پا رو دوم بد کسی گذاشتی. به بچه ها بگو اونجا رو پاک سازی کنن. سیمیت دارم. سیمیت. هی آقا ببینم سیمیت میخوای؟ سیمیت بدم بهتون؟ بفرمایید. حلقه هم دارم، پنیر هم داره. 3 تا بده ببینم.
پنیرای تازه دارم، مادرم تازه درست کرده، بدم بهتون. بده پنیرم بده. بفرمایید. من اینو نمیتونم قبول کنم آقا. چرا؟ چون برام خیلی زیاده. زیاد باشه مگه چی میشه؟ مادرم اینو ببینه عصبانی میشه، فهمیدی؟ فکر میکنه دزدیدمش. به مادرت بگو سلطان داد. اما آخه بازم نمیشه. چرا نمیشه؟ اون وقت مادرم به میگه سلطان اگه بده فقط یه سکه نمیده که کمتر از 1 کیسه طلا نمیده. عجب. سرفرم کس اونجا ما رو نمیشناسه، لومون ندی. آشا سرفرم، برکت باشی. خدا ازتون راضی باشه. پراکنده میکنه. برای امروز همینقدر کافیه بچه ها. فردا ادامه میدیم و لطفاً کتاباتون یادتون نره. چشم. بیا از این بیا از این بر. بذار کمکت کنم. صبر کن. بیا. خب حالا اینم از این. دستتم بیار. آفرین. بگیر. وای دیرم شد. آنا کجا به این عجله؟ چیزی شده؟ کوالیا داره میره، باید خودمو به بندر برسونم. انقدر استرس نداشته باش، فقط 1 ماه میره، برگشت میبینیش. موضوع این نیست که به آفتاب حساسیت داره، باید براش دارو بگیرم. شرمنده. میافتی یا آرومتر برو. آقای دیمیتری، از این به بعد این قهوه خانه تحت حمایت ماست. اجازه نمیدیم از کسی ضرری برسه. فهمیدین؟ قهوه چی؟ ما برات تلافی میکنیم. هرچی در بیاد باز نصفش بدیم مال ما. میفهمی چی میگم؟ این کارو به من نکنین آقا. من اصلا همه 3-4 تا سکه گیرم اومده. اینم از من نگیرید. آقا مخالفت میکنی؟ آقایون، انگار سرتون رو بدنتون سنگینی میکنه، نه؟ تو دیگه چی میگی دیوونه؟ حال داری کردن واسه اینجوری شبیه کشتی گرفتن نیست بچه. تو کاری که به تو مبود استخدام اینطور که به نکن. نظر میرسه شما وظایفتون رو فراموش کردین. از کی تا حالا که اینجوری شمشیر واسه کافر کشیدن و ول کرده و از مسلمون باج میگیره؟ فضولیش به تا نیومده. برو گم شو از اینجا. دستمونو به خون آلوده نکن. ببینم تو دل کشیدن اون شمشیر رو داری؟ پس دیگه تقصیر من نیست. ای والله دمت گرم. مرسی. حالت باشه. خیلی ممنون. ممنونم جناب. مرسی. دمت گرم. فوراً پرسجو کنید ببینید این نرازل کیه، ببینیم تایشون به کیا میرسه. تو روسیه به اینا چی میگن؟ شالفی. شالفی؟ شالفی بله. درسته، عالیه. ممنون. بفرمایید. خدمت شما. نه بفرمایید، خواهش میکنم. قابل نداری. خدا نگهدار. خدا حافظ. کتابم. عالیه. روز بخیر آنا. بلا سریع‌تر بیا. یواش.
افتادیم دست یه مشلات. ای بابا، کتابت رو زمین بود. ممنونم. یکی هم جا ماند. موسا، من دارم اشتباه میبینم یه قایقران سر جاش نیست. واقعا نیست. ای وای. برید هر جایی هست این آدم بی‌نظم رو پیدا کنید. هرچی شما دستور بدین سرورم. زود باش قایقران، عجله دارم. باید برم اونور. با منی؟ معلومه که با تو هم. مگه جز تو قایقران دیگه هم هست اینجا؟ من قایقران نیستم. واقعا؟ پس کی هستی؟ پادشاهم. منم شاهزاده‌ام، خوشبختم. عجله دارم، زود باش، خیلی عجله دارم. باید برم اونور، زود باش دیگه. اوناشش اونجاست. ای قایقران، فکر کردی میتونی از دست ما فرار کنی؟ برو پشتم وایسا. چی؟ برو پشتم وایسا. با همین چوب حسابتون رو میرسم که خون کثیفتون این خاک مقدس رو آلوده نکنه. بازم دارن میان. خواهش میکنم لطفاً زودتر بریم. ای قایقران وایسا. صبر کن. زود باش. ای قایقران با تو هم. صبر کن، زود باش، وایسا. خدا رو شکر نجات پیدا کردی. نترسیدی که؟ دروغ چرا؟ یکم ترسیدم قایقران. زخمی شدی قایقران؟ مهم نیست، یه خراش کوچیکه. ولی بهتره نگاش کنم. نه نیازی نیست. نمیشه. حالا خوب شد. آره بهتر شد. این آدم ها از تو چی میخوان؟ خب من جلوی کارشونو گرفتم. یکم حالشون گرفته شد. این پادشاه جدید وینچری خون به دل مردم کرد. گناهشونم نشد. شاید پادشاه دخالتی نداره. دخالت نداره؟ اینا آدمای اون مگه این نیستن؟ موضوع قدرم که فکر میکنی ساده نیست. فکر میکنی عوض شدن یه استاد پیری که بین اون سر جایگاهی داره با پادشاه به همین راحتیه؟ قایقران، میبینم که از پادشاه دفاع میکنی. ببینم دیدیش تا حالا؟ ای بابا، منم چه حرفایی میزنم و کجا دیده باشیش؟ پادشاه میشنه تو قصرش، چی کار داره بین ما؟ ببینم به نظر تو چه جور آدمیه؟ روزشو تو حرم سرو میگذرونه، چاقه، پیره و حتما آدم عصبیه. ناراحت نشه وقت بعدن حرفاتو از بشنوه. کجا میخواد بشنوه؟ چون دیوار موش داره، موشم گوش داره. اما ما تو دریاییم. آره. نکته ظریفی بود. عجله کن، تو شرایط بدی هستی. بابا بجم دیگه، زودتر پارو بزن. من چیکار کنیم؟ پادشاه داره پرواز میکنه. باور کن کلتو به باد میدی. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. ببینم این کتابا چیه؟ اینا کتابای درسی. بابام توی روسیه کتاب فروشی داشت. منم اونجا به بچه ها درس میدادم. یعنی معلمی؟ بله. خالی نبند. چرا مثلا؟ آخه کجای دنیا زن جماعت کار میکنه؟ اونم معلمی، خیلی کار سختیه. چرا؟ زن عقلشون نمیرسه مثلا؟ چرا میرسه، ولی خب زنها مخلوقات ظریفی هستند. خیلی با احساسات رفتار میکنن. معلومه که زنها باید خوندن و نوشتن یاد بگیرن،
اما وظیفه اصلی زن جماعت خونه‌داری و بچه داریه. اینم دلیل راضی شدی؟ اینجا اینجوری میتونه باشه، اما تو غرب اصلا هم اینجوری نیستش. زنها هم به وظیفه‌شون عمل میکنن، هم بچه داری واسه همین رنگ پریده و لاغرن دیگه. بله. البته منظورم شما نیستی، شما همچی کار خاصی هم نمی کنی. ای بابا آخه این چرفیه، من هر دو کار درست انجام میدم. میبینم که اعتماد به نفستونم خیلی بالاست. اعتماد به نفسم از فهممه، همونطور که جناب فردوس آسیر گفته فهم قدرته، کسی هم نمیتونه جلوش بایسته. قبل از اینکه این جمله رو فردوس آسیر بگه معلومه که جهان با قدرت خلق شده، اما به نظر من فهم به تنهایی اصلا کافی نیست. فهم از شناخت نفس میاد، اونم یونس ابن اعلی گفته، یعنی بند بند بفهمی و خودت همه چیو بفهمی. تا خودتو نشناسی هر چیزی که بخونی به دردت نمیخوره، میشه باد هوا. تو چطور قایقرانی هستی؟ این همه چیز از کجا میدونی؟ گفتم که پادشاهم، ولی تو باور نکردی. ای بابا تو هم خیلی بامزه ای، از دست تو. بابا بیا این ور، بیا این ور، بیا بلند شو این ور بشین ببینم. موسی پارو بزن، بدو دیر شد. تو 2 ساعته داری از پادشاه میگی، اگه روبروت بود باز میتونستی اینطوری باش حرف بزنی. معلومه. خیلی خوب، فرض میکنیم که الان پادشاه روبروته، تو به چی میگفتی؟ اول میگفتم حرم سراشو ببند. دلیلش چیه؟ بگو. یه مرد و یه عالم زن، همچین عشقی مگه داریم؟ تو بگو ها؟ خب فقط موضوع عشق نیست، موضوع تداوم خاندانه. این قاعده از سالها پیش وجود داشته. خب پس معلومه که وقت تغییرش رسیده. پادشاه با اون عظمت روبرود نشسته، بعد تو فقط میخوای راجع به حرمسرا و عشق باش حرف بزنی. بهش میگفتم که به جای این چیزا مکتبای مثبت را بندازه، بعدش هم برای دخترها مدرسه تأسیس کنه. همیشه میگن آینده مردا رو زنا تأمین میکنن. فرمایشتون تموم شد؟ مگه تموم میشه؟ انقدر چیزا هست که بخوام بهش تو مگه بگم. عجله نداشتی؟ چرا دارم؟ چطور مگه؟ همونطور که مشاهده میفرمایید ما رسیدیم. واقعا رسیدیم. بذار کمکت کنم. نیازی نیست، من پیاده میشم. ممنون قایقران. حالتون خوبه سرورم؟ خوبم ظاهر، نه ترس، چیزی نیست. زود باش، باید راه بیافتیم. یکم دیگه صبر کن. آنا کوالیا، ترسیدم نتونی خودتو به موقع برسونی. منم ترسیدم ولی به موقع رسیدم. چیزی شده آنا ها؟ نه همه چی مرتبه، چیز مهمی نیست. زود باشین، خیلی منتظر موندی. خیلی خوب اومدم. گفتم تو بیای منتظر بمونه، برای همون خیلی ناراحته. مهم نیست البته. میدونی که بدون خداحافظی با تو سوار اون کشتی هیچ وقت نمیشم. برای اینکه هوای دریا رو تاثیر نذاره برات زنجبیل و باتور آوردم. ازت ممنونم. میدونی اصلا دوست ندارم ازت دور بشم. کوالیا میدونی که فقط یه ماه و به اندازه یه چشم هم زدن تموم میشه. مسافرای کشتی سوار شن. من دیگه باید برم. برو. منتظرم میمونی؟ معلومه. حتما برام نامه بنویس باشه؟ حتما. این اتفاقات شنیدی؟ شنیدم. نصرت پاشا خوب تعقیبش کرده.
این کار اصلا به صلاح ما نیست. سرورم، از مرا خبرایی رسیده. خیر باشه وزیر. کاپیتان دریا محمد پاشا و ابراهیم پاشا به خاطر اینکه شورش یونانی رو برطرف کنن ساحل ناوا رو در دست گرفتن. همونطور که انتظار داشتم اونا به سرعت موفق شدن. آقایون میبینید؟ شورش 4 ساله یا که نتونسته بودین برطرف کنین، جنگجوهایی که به روش فرنگی تعلیم دیده بودن فقط تونستن توی 2 ماه برطرف کنن. نظر تو چیه آقای خلید؟ سرورم، وضعیت معلومه. به خاطر بقای دولتمون اگر صلاح بدونین بهتره به اصول خودمون تعلیم ببینن. توی دینمون جایزه شیخ رستم؟ جایزه، ولی فقط باید... نظر تو چیه فتاح؟ سرورم، تعلیمات با اصول کافران یعنی چریو ناراحت میکنه. اصول کافران؟ سرورم، اجاق به روش سنتی پایبنده. منتظرن که اشتباهی پیش بیاد. اونا فقط از تعلیم اینو یاد گرفتن. تعلیمات به روش فرنگی اونا رو ناراحت میکنه. یعنی چری کم مونده بود توی جنگا مغلوب بشه؟ مثل اراذل از مردم باج میگیرن و ناراحت نمیشن، اون وقت از تعلیم دیدن اصولی ناراحت میشن آقای فتاح. نه سرورم، همه میدونن چقدر ینیچری به شما وابسته است. در مورد زنها هم این حرف مردم. فتاح! تو خیلی آدم خودرایی هستی. کوری یا کری؟ به چیزی که با چشمای خودمون دیدیم، خودمون شاهدش بودیم، تو میگی غیبت؟ راه زنای ینیچری لقمه مردمو میدزدن، اون وقت تو وایسادی اینجا برای ما صداقت حرف میزنی؟ نگه فکر میکنی ما به دزدی و بی چشم و رویی احتیاج داریم؟ سخت‌تر اشتباهی. ما اشتباه کردیم، شما نکنید آقایون. ما از کجا میدونستیم با سلطان طرفیم آخه؟ کاش دستمون میشکست و رو اون آدم دستمون رو بلند نمیکردیم. رحم کنید، رحم کنید، خواهش میکنم رحم کنید. رحم کنید لطفا. ما هم دستور میگیریم، اون هر کاری بگه همون انجام میدیم، همه چی رو با اون میگیم. خواهش میکنم ما اذیت نکنیم، باشه؟ به ما رحم کنیم، ما بیگناهیم، خواهش میکنم. داره میبینی موسی، همش دارن یه حرف رو تکرار میکنن. حالا چی کار کنیم؟ رئیسشونو برداریم بیارین، ببریمش دیوان، ببینیم اون از کی دستور میگیره. پادشاه، خدای ناکرده اگه ینیچری عصبانی بشه چی؟ دولت عثمانی رو من اداره میکنم یا اون ینیچری که تو هر فرصتی ما رو با نافرمانی تهدید میکنه؟ استغفرالله سرورم. آقایون، عقلتون رو به کار بندازید. الان زمانیه این که با روش فرنگی ها کار نکنید و این حرفا نیست. من برای بقای دولت هر کاری لازم باشه رو دستور میدم و بقیه هم همونو اجرا میکنن. اینو تو گوشتون فرو کنید. کار ما رو ببین. جای اینکه خودش بگه از زبون ما حرف کشید. دست مریزاد محمود خان.
آقا خالد، وضعیت داره خراب میشه، اینو بدون. فتح، پادشاه ها دستور میدن، امر میکنن، ما میشنویم و انجام نمیدیم. الان تفاوت چیه؟ تفاوت آتیشیه که توی چشمای سلطان دیدم. ببین یه گوشه مینویسیم، نمیذاره به فردا برسه، اجاقو میبنده. با کدوم قدرت؟ با قدرتی که از مردم میگیره. مردم محمودو خیلی دوست دارن. انقدرم راحت نیست. با مردم و این حرفا نمیشه. هر کی با یه نیچری در بیافته زودتر با اجلش ملاقات میکنه. تو اصلا نگران نباش، یه بازی بسش ترتیب میدم که تو هم تعجب کنی. اینجام سوراخ شده، چشمم هم نمیبینه. خب پیر شدم دیگه. انا یه نگاهی به این بنداز دخترم. نگاه کن لطفاً. تو هم حق داری دخترم. خسته شدی از بس کارای بابای پیر تو انجام دادی. وای یادم رفت که کرایه رو بدم. کرایه کیو؟ بابا جون، از بس حواسم بود که به نیکولای برسم یادم رفت کرایه مرته رو بدم. اشکالی نداره، بالاخره جوونی و 1001 فکر و خیال. زیاد شبیه قایقرانه هم نبود. شب بخیر جان پیر. سلام دیمیتری. لااقل تو یکی منو با اسم خودم صدا بزن. کم مونده امر به خود منم مشتمل بشه که روس هستم. وانسوان، موضوع خیلی مهمتر از این حرف است. اگه مانع نمی شدی همه چی رو می شد. این همه سال زحمتت، دوری از وطنت به خودی خود تلف می شد. ژان پیر، من امروز ناتالیا رو کشتم دیگه. چقدر باید صبر کنیم؟ باید هرچه سریعتر یه سوءقصدی برای سلطان محمود درست کنیم و اونو به کشتن بدیم. دیگه طاقتم تاق شده. تو نمیتونی تعیین کنی. حد خودتو بدون. حد منو پارسال پادشاه خودمون مشخص کرد، جناب ژان پیر. از اون روز به بعد من جاسوس مورد اعتمادشم و وظیفه‌مو خودم از پادشاه اعظم فرانک گرفتم و شخصاً به خودش حساب پس میدم. نه تو وظیفه نداری که وظیفه‌مو بهم یادآوری کنی. وانسوان، من سفیر اونا هستم. پادشاه اینجا رو من مشخص میکنم. بی خبر از من نمیتونی کاری بکنی. برای مراسم عثمانی‌ها و روس‌ها بایستی عقد قرارداد کنن. برای همین نباید محمود بمیره. اینا تو اون کله پوکت فرو کن. تا وقتی محمود زنده است این کار خیلی سختیه. اون به این راحتی ها گول نمیخوره. کار تو فقط گول زدنشه وانسوان. سلطان رو تحت تاثیر قرار بده. ظاهر این سر و صدا از مکتب میاد. فکر کنم همینطوره سرورم. بیا اینجا سرورم. پدر،
آقا یعقوب. آقا یعقوب. سرورم. آره داشتم میگفتم. بفرمایید سرورم. برای امروز دیگه کافیه آقا یعقوب. میخوام با بچه‌ها یکم خلوت کنم. هرچی دستور بدید سرورم. خب تعریف کنید ببینم درستون همیشه همینجوری پیش میره؟ تقریبا. مثلا یه جمله رو شروع میکنه به وسطاش که میرسه یادش میره. بعضی اوقات پشت میز خوابش میبره میافته. میبینم که شما هم خوشتون میاد. کسی به من چیزی نگفته؟ آبجی ساله گفت نیازی نیست شما درس یاد بگیرین، خودش گفت. عبدالحمید. خواهرت منظورش این نبوده. خودش هم خوب میدونه که پرنسس‌ها بیشتر از بقیه باید درس بخونن، مگه نه؟ مگه نه صالحه؟ درست میفرمایین. متوجه شدم. باید یه فکر اساسی بکنم.